در هر منطقه‌ای که زنا و فحشا پهن شود، عذاب خداوند بر آنجا نازل می شود. در روایت طبرانی آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند در هر منطقه‌ای که زنا و فحشا عام شود و رباخواری یعنی داد و گرفت سودی زیاد شود، بیشک عذاب خداوند بر سر مردم آن دیار نازل می شود. متاسفانه در جامعه امروزی زنا و فحشا در اوج است. حتی زنان شوهردار هم به زنا دست میزنند. پس آیا نمی ترسید که دیر یا زود غضب پروردگار بر سر ما نازل شود؟ زمین لرزه‌ای که در دولت ترکیه و سوریه روی داد و جان هزاران انسان را گرفت برای ما عبرت بزرگ بود، ولی معلوم است که حالا هم عبرت نگرفته ایم و از زنا و فحشا دست بردار نیستیم. پس باید انتظار عذاب پروردگار باشیم که به صورت زلزله و آبخیزی و یا دیگر بیماری های گذرنده بر سر ما نازل می شود. پناه به خداوند.